البته اگر خرابونا ما و کو خدا نت نام پیجی و سامانخانا ما چند کشه که ما چه بون اوجی سبب گرانبونا آریه و سبب گرانبونا غازه اف کمپانیات یا تجاری و بازرگانی کویهاتی بدیلک با غازه که هاریکاریا ما بگد اول سال 2017 ما خدا نت فرنا گریبه سکت گل خدا نت کمپانیا مزگین گره دا کو غازه با مدابین کرد شنا غازه غاز کو به جد کو پاکشتره و کارک جانتر و مدرنتر دایت صحیدا ل سال به سال اف غازه گرانتر لیاد حتی گشتوی رادی کو ایدی خدا نت نامپیجیا و سامان خانه نشون در حق نداره کردن که جرقادی غازب کار بینن با نامپیجیت خوب وکی دینامو که سوتمانیه البته اوجی بیکشک با خدا نتفرنا بارگرانی گازیده کرده سر کاچه و دستپیک غاز 300 دینار لیتر گاز شد هاته دابین کردن با نامپیجیا ل روز به روز و هیو و بیشتر سال به ساله اف باید گرانتلیات حتی گشته نزدیکی 600 دینار یعنی بنمونه اگر نامپیجیه که روزانه باید 30,000 دینار عراقی غاز صرف کرد با نوکه باید 6,000 صرف کردن هر دمل دست گل هنده داشی باید آری و گرانی بخواه بدید باید آریش 23,000 دینار عراقی دیسا کدت بلند دیه دا و گرانبونه دا نوکه 40,000 حتی 41,000 دینار باید یک فرد آری یا راوسیای اف خرفبونه جی بوزانین یا سرجم پارزگاه دو که زاخو اتحادین سمل اتحادین مسلیک اتحادین بردارش اتحادین قدرش اتحادین اول نافتوان همیاد ولی سیدات آماده نه و همیاش برای بیا خود دارگیر اگر باید غاز ارزان نبو ایدی مشیان نامین امنانی با خلق پارزگاه دو که چگن